سلام و احترام به شما، خوش اومدین. ممنونم بابت حضورتون. سلام به شما خانم حسینی عزیزم، خوش اومدید. صدا اوکیه؟ صدا یه تایید بدین که بریم و شروع کنیم. خب خدا رو شکر. خیلی خوش اومدین. مرسی که فکر میکنم خیلی زمان 9:30 شب روزای دوشنبه مناسب نیست و اینکه حالا بعد یه نظرسنجی میذاریم ببینیم نظر همه عزیزان در رابطه با چه ساعتی مشترکه که حضور برای هممون راحت تر باشه. شروع میکنیم. حالا لایو بعداً سیو میکنم، عزیزانی که بعداً اضافه میشن بتونن اولش رو ببینن. خب صدا و تصویرم اوکیه، مرسی ازتون. من فکر میکنم یه کوچولو کامنت ها رو با تأخیر دارم. حالا امیدوارم چالش نباشه. خب من یه معرفی از خودم تصمیم گرفتم اول لایو داشته باشم و بریم سراغ بدنه اصلی. سلام به شما، خیلی خوش اومدین. من سارا زنگنه هستم، محقق و کارشناس حوزه ارتباطات حرفه‌ای. سالهاست در زمینه بیزینس استراتژی و بیزینس منتورینگ فعالیت میکنم و کنار صاحبین بیزینس هستیم، افرادی که میخوان از خودشون شخصیت‌های حرفه‌ای تر بسازن یا بیزینسی خلق کنن که یک ورژن تأثیرگذارتر باشه. ما کنارشون هستیم که اتفاقاتی که براشون جذابه رقم بخوره. یکی از اگر بخوام از ویژگی‌های بارز خودم صحبت کنم، قدرت و انرژی خیلی زیاد، همیشه خلاقیت و اینکه سعی میکنم همیشه برای هر موضوع و چالشی یه راهکاری پیدا کنم میتونه جزو ویژگی‌های بارزم باشه که ازش نام ببرم. امیدوارم که اینجا بتونیم با هم به ورژن قدرتمندتری از خودمون تبدیل بشیم و برای من به عنوان یک استراتژیست اینکه این موضوعات جدی گرفته بشه و ایمان داشته باشیم که حضورمون در این مسیر اتفاقی نیست خیلی ارزشمنده و امیدوارم برای شما هم این حس و این اهمیت ایجاد بشه. سلام به همه شما، خیلی خوش اومدین و حضورتون خیلی برام ارزشمنده. توی این لایو میخوایم مشخصاً راجع به این صحبت کنیم که مرسی از شما، خیلی متشکرم. میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا حرفهای ما شنیده نمیشه و برای اینکه حرفمون بهتر شنیده بشه و بتونیم با آدمهای دنیای اطراف خودمون ارتباط بهتری برقرار کنیم چه اقداماتی نیاز انجام بدیم. به نظر من یکی از دردناکترین حسهای این دنیا حس شنیده نشدنه
طبق تحقیقاتی که انجام شده دلیل اکثر جدایی ها، چه حالا جدایی بین یک زوج باشه چه بین شرکای کاری باشه و اصلا شکل نگرفتن حتی یک فرایند فروش موفق، به خاطر خوب شنیده نشدنه و به خاطر توجه نکردن به حرفای طرف مقابله. شنیده نشدن خیلی رنج بزرگیه. برای هممون در طول زیست و زندگیمون اتفاق افتاده که یا کسی رو نتونسته باشیم خوب بشنویم یا خودمون خوب شنیده نشده باشیم و با رنجش آشناییم. میدونیم اگر یه جایی یه شخصی اون لحظه که داشتم باهاش صحبت میکردم بهتر به من گوش میداد و بهتر منو میشنید، میتونست متوجه موضوع صحبتم بشه، میتونست متوجه کلامم بشه. الان میخوام از این صحبت کنم که شنیده نشدن علاوه بر این که رنج خیلی بزرگیه، باخت خیلی بزرگی هم میتونه رقم بزنه. زمانی که ما آدمای مقابلمونو دلیل شنیده نشدنمون میدونیم، این باخت ماست. ازتون میخوام که هر جایی متوجه این شنیده نشدن شدین، اولین کسی رو که مؤاخذه میکنید و تحلیل میکنید و تیر پیکان رو به سمتش میگیرید خودمون باشیم. اینکه من برای اینکه این فرایند شنیده شدن بتونه اتفاق بیفته چه اقدام بهتر میتونستم انجام بدم، چه حضور مؤثرتری میتونستم داشته باشم و این خیلی مهمه. صدا و تصویر اوکیه؟ اینو به من یه بازخورد بدین، من یکم نگرانی بابتش دارم. یک رازش رو بیان کنم حتما و مرسی که درخواستش رو داری. صدا و تصویر رو به من اوکی بدین. خب خدا رو شکر، مرسی ازتون. چرا انتخاب کردم از این موضوع صحبت کنیم و چرا امشب این موضوع رو انتخاب کردم؟ هفته جاری من یه هتل اقامت داشتم که زمانی که میخواستم چک اوت کنم اومدم پایین، کنار ریسپشن ایستاده بودم. یه آقایی همون توی بخش ریسپشن ایستاده بود و هی داشت زیر لب غر میزد. هی میگفتش که اگه میفهمیدن که اوضاع ما الان این نبود و چند بار من باید یه حرفی رو بزنم. هم داشت زیر لب با خودش غر میزد، هم یه جوری بود که میخواست مثلا ریسپشن متوجه این غرا و موضوعات بشه. و خب منم تا صحبت اولش نگاهش نمی کردم. گفتم یه فضای امن بهش بدم، شاید اصلا به این فضایی که میخواد گفتگو کنه با ریسپشن احتیاج داره و یه جوری بودم که انگار من حواسم به گفتگوی شما نیست. بعد از چند دقیقه دیدم خیلی دیگه این پر و بال گرفت و قرایی که داشت میزد و گله ها و ناراحتی که داشت خیلی بیشتر شده بود. انتخاب کردم که خب ورود کنم به فضاش و برگشتم نگاهشون کردم، سعی کردم یه لبخند همدلی بذارم، یعنی اینکه متوجه گفتگویی که دارین میگین و دغدغه‌ای که دارین به اشتراک میذارین هستم. واقعا حال اون لحظهش جالب نبود و واقعا گفتگوهایی که داشت میکرد یه آدم دغدغه‌مند رو به فکر فرو میبرد که چه اتفاقی افتاده که توی این لحظه این شخص داره این حال رو تجربه میکنه. من که برگشتم بهشون لبخند زدم، رو به من کردن، انگار که متوجه شدم من نگاه به این دارم که باشون همراهی کنم و همدلی کنم. گفتن که خانم خدا شاهد، ما هر روز این داستان رو داریم دیگه. یه جوریه که با خودم میگم بذار واگذار کنم، برم بشینم خونه استراحت کنم، این همه من دردسر نداشته باشم. خب کاملا مشهود بود که خیلی خسته است و واقعا از یک موضوعی توی رنج خیلی زیادیه. و من برگشتم بهشون گفتم که
من به عنوان یه مهمان رازی که از دیشب تا الان توی هتل شما اقامت داشتم، دوست دارم بهتون بگم که خیلی خوشحالم تا الان کم نیاوردین، جا نزدین و ادامه دادین و امیدوارم که این موضوعی که دارین ازش حرف میزنین هیچ وقت عملی نشه و هیچ وقت اینجا رو واگذار نکنید که اصلا حالش عوض شد، اونم لبخند زد و این خودش یه تکنیکه که آخر لایف حتما ازش صحبت میکنم که این تکنیک چه تغییر ایجاد میکنه توی یک مکالمه و یک ارتباط. با یه لحنی که حالا خیلی آروم شده بود گفت خانم صاحب بیزینس که باشی روزی 10 بار تصمیم میگیری که بیزینستو جمع کنی، روزی 10 بارم تصمیم میگیری که دوباره راه اندازیش کنی و ادامه بدی. و گفتگومون تقریبا دیگه از اینجا شروع شده بود. گفتم که براتون جذاب هست با هم دیگه صحبت کنیم، من دوست دارم از تجربیات شما یاد بگیرم و دعوت شدیم به یه بخشی که بشینیم و با هم دیگه راجبش گفتگو کنیم. موضوع از اینجا شروع شده بود، قره ناراحتی و نارضایتی از اینجا شروع شده بود که میگفت چندین باره به بخش خدمات هتل میگم خب ما روزانه یه سری خرید داریم، یه سری خرید خیلی زیاد داریم که این خریدا مشمع‌های اضافی دارن، پلاستیکای اضافی دارن. بهشون میگم به جای اینکه از پلاستیکای بسته‌بندی که میگیرم استفاده کنید، اول این پلاستیکا که هیچ استفاده دیگه نمیشن فقط برای سطل زباله مناسبن و استفاده کنی. بعد از اون وقتی اینا تمام شدن دیگه نبود، بعد از اون پلاستیکا استفاده کنی. ولی خانم با گوشای خودم شنیدم که طرف گفته چرا من باید پول روی پول این بذارم، هی بگردم پلاستیک اضافه پیدا کنم، خب هست دیگه، میرم سری برمیدارم میذارم سر جاش. و مرتب داشت از این موضوع صحبت میکرد. بهشون گفتم که خب وقتی سود و فایده آدمه توی این حرف شما پیدا نیست، چرا باید بهش گوش بده؟ چرا باید بهش عمل کنه؟ یه چند لحظه ایستادن و گفتن که یعنی چی سود و فایدهش توی این نیست؟ گفتم اون شخصی، اون نیروی خدماتی که داره برای شما کار میکنه با خودش میگه که خب من برم یه کاری کنم به سود صاحب هتل تمام بشه، چرا باید این کار رو انجام بدم؟ پلاستیک هست، میرم اون کار اصلی که باید انجام بدم و انجام میدم دیگه، چرا من باید به نفع اون کار کنم؟ آدما زمانی یه حرفی از ما رو میشنون و انجامش میدن و نسبت بهش اقدام میکنن که سود و نفع خودشونو توش ببینن، نه سود و نفع ما رو. هر جایی که ما حرفامون شنیده نمیشه، هر جایی که حرفامون اثر نمیذاره، اونجوری که باید یک تغییری رو ایجاد نمیکنه، چون در 90% مواقع داریم به سود و نفع خودمون حرف میزنیم. اگر بتونیم این ورژن رو عوض کنیم، یه جوری این گفتگو رو پیش ببریم که آدم مقابلم بدونه من به نفع اونم فکر کردم، به سود اون هم فکر کردم، بازی عوض میشه، ورق بر میگرده و آدم ها بیشتر حرفای ما رو میشنون و تصمیم میگیرن که به حرفامون فکر کنن. و ما به عنوان یک انسان زمانی که تأثیر حرفامونو توی دنیای بیرون از خودمون میبینیم، قدرت بیشتری رو احساس میکنیم و حالمون از اینکه آدم اثرگذاری هستیم خیلی بهتر میشه. باهاشون که صحبت میکردم گفتم که اگر این موضوع رو رعایت کنن و اگر پلاستیکایی که خب از خریدا مونده رو توی سطح بذارن، چه سود و نفعی براشون داره؟ گفتش که نمیدونم، بهش فکر نکردم چه سودی براشون داره، اصلا هیچ وقت از این منظر که برای اونا چه سودی داره بهش نگاه نکردم. و واقعا همیشه اینجوری گفتم که خب صرفه جویی کنید دیگه، شما هم درست میگی، صرفه جویی اونا نهایتاً به نفع منه، تأثیر توی حال خودشون نداره. و همونجا گفتم بیاین حالا اینو با یه شکلی به اشتراک بذاریم که نفع اونا توی این صرفه جویی باشه و نفع خودشون رو ببینن. برای مثال نیروی خدماتی که پلاستیک کمتری استفاده کنه یک همچین آپشنی بهش تعلق میگیره، یا توی اون اشل کاریش صرفه جویی رو وارد کنه، یه همچین
ویژگی همچین خدمتی بهش داده میشه، حالا یه ممکنی دستمزد بیشتر باشه، تشویقی باشه، هر چیز دیگه. و خب خیلی استقبال کردن و قرار شد که این یک تغییر باشه توی اون هتل. خستگی های عمده ما، بخشی از خستگی های عمده ما زمانیه که احساس میکنیم حرفامون داره هدر میره، به بتالت میره، توی موضوعات تکراری گیر میکنیم، تکرار مکررات، تکرار یک درخواست، تکرار یک بحث، تکرار یک چالش توی بیزینسمون. و یک آدم هوشمند و کسی که میخواد اکثر ایام زندگیشو با حال بهتری بگذرونه، با این موضوع جلو میبره گفتگوشو و فکر میکنه که من چطوری میتونم تأثیر حرفمو بیشتر کنم که حرفم شنیده بشه، و میدونه که اولین قلاب تاثیرگذاری حرفش اینه که به نفع آدم مقابلم حرف بزنم، نه به نفع خودم. برای نفع اون تلاش کنم، نه برای نفع خودم. آدم قدرتمند همیشه نفعشو میبره، همیشه. پس نیازی نیست دنبال منفعت خودش بدوه یا براش بجنگه. هوشمندانه و آگاهانه میدونه که اینو من باید به آدم مقابلم هدیه بدم. و زمانی که این کار رو انجام میده، تأثیر حرفا و تصمیماتش رو که میبینه، فضا باز میکنه، موقعیت ایجاد میکنه برای رشد بیشترش، برای تجربه یه حال بهتر. و ازتون میخوام توی اولین نکته کلیدی تاثیرگذاری حرفامون بنویسین که 1، به نفع آدم مقابلم حرف بزنم، نه به نفع خودم. در هر صورت توی این فرایند نفع هر دومون اتفاق میفته، ولی این که بتونم اول نفع اونو بهش نشون بدم باعث میشه نتیجه کار اون سودش به منم برسه. پس اول نفع آدم مقابلم. برای مثال اگر بخوایم برای این نفع یه مثال، آقای قلی‌پور نوشتن وقتی اطرافیانت رو بشنوی و 1 قدم در جهت نفع اونا برداری، اونا برای نفع تو 10 قدم برمیدارن. و کاملا درسته، کاملا درسته. اصلا آدما ناخودآگاه زنجیر اتفاقات مثبت شما میشن، ناخودآگاه حلقه های گم شده خواسته های شما میشن، توی مسیر قدم برمیدارن که شما راحت‌تر به یک مقصدی برسید. دیگه اینقدر مانع نیستن، دیگه اینقدر باعث تلف شدن زمان و عمرمون نیستن. مثال میزنم، به یه شخصی میخوایم بگیم باید این کار رو انجام بدی و چقدر ممکنه انجامش بده؟ خیلی کم. نسبت به بچه‌مون، نسبت به همسرمون، نسبت به توی محیط‌های کاریمون اینو تست کردیم دیگه. وقتی با یه نفر اینطوری صحبت میکنیم عموما با انجام ندادن کار میاد. حالا فرض کنید بهش بگیم که این کار رو انجام بدی، نتیجه‌ای که خودت میخوای زودتر اتفاق میفته. چقدر این فرق میکنه؟ این که من نفع تو رو دیدم، نفع تو رو بهت نشون دادم، و اگر اون کاری که برات برنامه‌ریزی شده رو انجام بدی، نتیجه که برای تو جذاب زودتر اتفاق میفته. خب معلومه منم از اون نتیجه که تو ایجادش میکنی یه سودی میبرم. اگر بچم اتاقش رو زودتر با این حرف تمیز کنه، من از یه آرامش بیشتر نفع میبرم. اگر همسرم یه کاری رو زودتر با این کلام انجام بده، باز همینطور یه آرامش بیشتری. اگر کارمندم یک سود کاری بیشتری، همکارم همینطور. پس زمانی که ما با فرمول نفع آدم ها حرف میزنیم، زمان ایجاد میکنیم برای رشد بیشتر خودمون.
اینو میخوام با هم بنویسیم. خودم بعد از ظهر داشتم اینو مینوشتم، آماده میکردم برای این لایف، بعدش نگاش کردم، دوستش داشتم، به نظرم قشنگ بود. قدرت واقعی توی صدا و کلام ماست. قدرت واقعی توی صدا و کلام ماست. اما اون صدا فقط وقتی قدرتمنده که به مخاطبش احترام بذاره. شخصیت قدرتمند میخوایم، باید به آدمای روبرمون احترام بذاریم. باید ارزشمندیشون رو بهشون نشون بدیم. و این باعث قدرت کلاممون میشه. نه حرفای قلمبه سلمبه، نه تکنیک. وقتی یه شخصی رو درک میکنیم و اونو میبینیم و حرفاشو میشنویم، باعث میشه که هنر سخن گفتن ما یک منی رو تبدیل به ما کنه و ما بتونیم با هم پیوند بخوریم و این پیوندا موقعیت‌های خیلی جذاب‌تری رو ایجاد میکنن. ناخودآگاه آدما میان در کنار شما قرار میگیرن و براتون فرصت ایجاد میکنن برای رشد. همین الان یکم توی ذهن خودتون سرچ کنید، مرور کنید. چقدر آدمای اطرافم مانع رشد و پیشرفت منن؟ هممون اطرافمون از این آدما داریم. همه ما. توی هر نقشی. چرا؟ چون اون شخص مقابلم نفع خودشو از رشد من نمیدونه. من فقط تلاش کردم خودم بکشم بالا. من فقط تلاش کردم تغییر کنم. من فقط تلاش کردم قوی بشم، حرفه‌ای بشم. و اون احساس جا موندن داره. حالا اگر من میخوام فضا ایجاد کنم، اگر میخوام برای خودم فرصت‌های رشد بیشتری ایجاد کنم، به اون آدمه باید نشون بدم وقتی که من رشد کردم و توانمند شدم، تو چه نفعی میبری؟ کجاش به سود توه؟ و این به سادگی گفتگو کردن دیگه. زمانی که کارمند من بدونه اگر فروش من بیشتر بشه، اگر پروژه من بیشتر بشه، اون به چه سود و نفعی میرسه، الان میاد در کنار هدف من قرار میگیره، نه که بخواد برای هدف من مانع بشه. پس فرمولی که امشب توی این لایو هم به اشتراک گذاشتیم اینه که برای اینکه حرف هامون شنیده بشن، باید به سود و نفع آدما فکر کنیم، نه به سود و نفع خودمون. صدا تاثیر اوکیه، من هیچ ریاکشنی نمیبینم، عادیه. گفتگو جذابه یا صدا و تصویر نیست؟ دارم به این نتیجه میرسم که صدا و تصویر بله خوبه. خداش مرسی ازتون. خب تا اینجا سوالی، نکته‌ای، چالشی؟ اگر سوالی هست عزیز دلم، عزیزین، مرسی ازتون، خیلی متشکرم، مرسی که بازخورد دادین. خب تا اینجا سوالی دارین؟ اگر سوالی هست که من راجع به این موضوع پاسخ بدم و اگر سوالی نیست، عزیز دلم خوشحالم که خوب میشنوی. ترکل جان مامان مرسی که حضور داری دخترم، خیلی برام ارزشمنده. دخترم توی لایو، مرسی ازتون، خیلی متشکرم. خب سوالی دارین تا اینجا؟ پس چی شد؟
با فرمول نفع آدم مقابلم صحبت کنم. ازتون میخوام اینو فردا توی اصلا بعد از لایو یا فردا توی اولین ارتباطتون به کار بگیرید. اگر میخواین یک جمله، یک درخواستی داشته باشین، این فرمول توی ذهنتون باشه: با نفع آدم مقابلم صحبت کنم و بتونم نفع خودشو توی درخواستم بهش نشون بدم. کتاب میخوام بیانم قوی بشه، جملات عالی باشه. خیلی راجع به این موضوع حتما که صحبت میکنیم. من واقعا در فضای کلام و قدرت کلام و ارتباط، مخصوصا اگر بخوام یک کتاب معرفی کنم، دیل کارنگی، کتاب به خاطرم بیاد خیلی خوبه دیگه، آینه دوستیابی. آینه دوستیابی دیل کارنگی فوق‌العاده است، خیلی زیاد. توش خودش سبکای مکالمه خیلی حرفه‌ای رو نوشته و حتی مقایسه کرده زمانی که گفتگو رو حرفه‌ای جلو نمیبری و زمانی که میتونی بهتر صحبت کنی. این کتاب خیلی خوبه، واقعا پیشنهاد میکنم. کتاب دیگه‌ای که بخوام در این زمینه بگم، گفتگوهای سرنوشت ساز هم خوبه. حالا من یکم توی کتاب سختگیرم صادقانه، هم سختگیرانه کتاب انتخاب میکنم، هم سختگیرانه معرفی میکنم. و پیشنهادی هم که دارم اینه که ورژن های خودمون رو زندگی کنیم و بدونیم که زمانی که ما به روی خودمون متمرکز بشیم خیلی ورژن های خاصی در میاد و خلق میشه. مثال میزنم، واقعا ما خیلی کم میریم برای خوشتیپ شدن یه کتابی بگیریم، یه سبک خاصی رو حالا همیشه برم ببینم امروز در زمینه خوشتیپ تر شدن چه کتابی هست. نمی کنیم این کار رو دیگه. یه استایلی، یه سبکی رو انتخاب میکنیم و میگیم خب من مثلا انتخابم اینه که کلاسیک بپوشم، یا انتخابم اینه که مثلا من یه اسپورت پوش باشم. حالا در زمینه اون اسپورت پوشیدن یا کلاسیک پوشیدن ما ناخودآگاهی انتخابامون رو بهتر میکنیم. امروز یه کت سرمه‌ای میگیرم، فردا یه کت سبز میگیرم، میبینم سبز با سرمه قشنگه. یه روز یه شلوار دمپا میپوشم، یه روز شلوار راسته میپوشم. ما در هر فضایی به خودمون فرصت تجربه و خلق میدیم، الا کلام و ارتباط. من از توی لایو قبلی بعد از اینکه لایو تمام شد 4 تا دایرکت داشتم با این موضوع که خانم زنگنه، زمانی که آدم ها با تغییرات ما گارد میگیرن، مثلا من میخوام از این به بعد حرفه‌ای صحبت کنم، حالا یه جور دیگه سوال بپرسم، یه جور دیگه همدلی کنم. زمانی که آدم ها با سبک جدیدمون گارد میگیرن چیکار کنیم؟ خب واقعا واسه من سوال پیش میاد. میگم وقتی که فرض کنید موهاتون آقا هستید، موهاتون همیشه جوگندمی شده، اصلا موهاتون جوگندمی شده، یه روز ناخودآگاه تصمیم میگیرید برید موهاتون رو مشکی کنید، میرید با موی مشکی میای، آدمای اطرافتون ریاکشن نشون میدن دیگه، واکنش نشون میدن. موهاتو چرا مشکی کردی؟ چقدر بهت میاد یا چقدر بهت نمیاد؟ اصلا کی گفت این کار رو انجام بدی؟ یا مثلا خانوم موهاش مشکیه، میره میخواد عزیزانش رو سورپرایز کنه، میره بلوند میکنه میاد، میره موهاشو بلوند میکنه و میاد و انتظار ریاکشن آدمهای اطرافشو داره. اصلا جذاب براش ریاکشن نشون بدن. چرا در فضای تغییر شخصیت این فرصت رو به خودمون نمیدیم؟ چرا این برامون جذاب نیست؟ چرا فکر میکنیم آدمای مقابلمون باهاش وای نه الان اگر من اینو گفتم اینجوری صحبت کردم خب آدم مقابلم گارد میگیره، یا مثلا بهم میگه اوهو تو هم مثلا یاد گرفتی، یا اصلا یه حرفی بهم میزنه مسخرم میکنه. خب تغییر واکنش داره، هر نوع تغییری.
اگر من امروز 70 کیلو هم بشم 60 کیلو، واکنش اطرافیانم رو دارم. ای لاغر شدی چقدر بهت میاد، ای لاغر شدی چقدر زشت شدی، پوستت افتاده، اصلا همونطوری چاق بهتر بودی. ولی ما به این جور تغییرات برای واکنششون فرصت و فضا میدیم، اما برای شخصیت و کلاممون نه. باز چرا؟ چون نمیدونیم چطوری اون گفتگو رو مدیریتش کنیم. چون نمیدونم اگه آدم گارد گرفت یا آدم بهم گفتش که تو هم یاد گرفتی، نمیدونم اون لحظه چی بهش بگم. وقتی به من بگن شدی 60 کیلو چی میگم؟ آره انتخاب کردم رژیم بگیرم، احساس کردم سلامتیم برام مهمه. خب زمانی که در رابطه با کلاممونم با همون گارد میگیرن یا تغییر شخصیتمون، اعلام کنم آره انتخاب کردم یه سبک دیگه رفتار کنم، انتخاب کردم یه سبک دیگه حرف بزنم. شاید غریبه باشه اوایل، شاید ناشناخته باشه، ولی خب با اینم آشنا میشیم دیگه، هم من هم تو. اول از خودم سوال بپرسم چرا اصلا انتظار ریاکشن ندارم؟ شاید چون نمیتونم مدیریتش کنم. در فضای کلام هم ازتون میخوام به خودتون فرصت ایجاد کردن ورژن و نسخه خاص خودتون رو بدید. کتابا نسخه های عمومی هن. آدما نمیتونن در ارتباط و کلام همه شبیه هم دیگه باشن. هر کسی نسخه خاص خودش رو داره و این نسخه های خاصی که جذابه. اون یه ورژن کلی میده، حالا من باید بیام شخصی سازیش کنم دیگه. پس یکم به خودم فضا بدم و ببینم که نسخه من چیه. آقای قلی‌پور نوشتن قبل از آفرینش زمین و زمان خداوند فرمود کن و سپس یکن، گفت باش و ایجاد کن، کلام قبل از خلقت ایجاد شد. دقیقاً. و من هر چقدر راجع به کلام حرف بزنم کمه. یعنی اگر یک تریبون در اختیارم داشتم که از الان تا آخر عمرم بود، واقعا فکر نمی کنم بدون لحظه استاپ، بدون نیاز به لحظه استاپ من میتونستم پیش ببرم که چقدر نقش کلام توی همه بخشای زندگیمون مهمه. هفته گذشته من توی یک بیزینس بودم به همراه با کوچ مجموعه آقای قلی‌پور. توی یک بیزینس بودیم. این بیزینس داره ماهانه میلیاردها تومان خلق میکنه. میلیاردها تومان هم براش هزینه شده تا به اینجا برسه. سر عدم توانمندی ارتباط و کلام داره متلاشی میشه. که فقط آدم‌های این بیزینس و این سیستم نمیتونن با هم حرف بزنن، نمیتونن با هم ارتباط سازنده داشته باشن و این داره توی همه بخشای سیستمشون اثر میذاره. خیلی خوشحالم که میشه با کلام ارتباطهای عالی گرفت. سپیده عزیزم، بله من هر انسانی دیدم که برای خودش فرصتهای جذابی خلق کرده و تونسته درخشان عمل کنه و از توانمندی‌های خودش داره استفاده میکنه، اول رو حوزه کلام و ارتباطش کار کرده و اونو ناخودآگاه تقویت کرده و الان داره حرفه جلو میره. ولی اونایی که اومدن مثلا بیزینس رو رشد دادن، یه تصمیمی گرفتن، یه فرایندی رو جلو بردن، تا یه جای بهشون اجازه میده برن جلو. از یه جایی به بعد دیگه فرمان اون بیزینس رو ازشون میگیره، دیگه فرمان اون ارتباط رو ازشون میگیره و اونجا سخت درست کردن. پس همین الان تا توی فضایی هستیم که میتونیم مهارت خودمون رو بهبود بدیم برای آینده‌ای که میتونه برای ما مفیدتر باشه، روش کار کنیم و انتخابمون باشه و حتما که تاثیر زیادی داره. این لایو برای همینه، برای اینکه ما اون ورژن قدرتمند خودمون رو پیدا کنیم و بتونیم اثر خودمون رو به دنیا بدیم و هر کسی بدون تکراری بودن
نقش خاص خودش رو ایفا کنه. امروز این تک تک میکنه، من دارم با این بازی میکنم، من سعی کنم مدیریتش کنم. امروز یه عزیزی به من پیام دادن راجع به پادکست چارلی، قسمت دوم فکر میکنم، راجع به اینکه قانع بودن و بلند پروازی و جاه طلبی باید توی 2 کفه برابر یک ترازو باشن. پیام دادن بهم و گفتن که خانم زنگنه، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم این موضوع این شکلی باشه و امروز فهمیدم که همیشه فکر می‌کردم نه باید قانع باشم، باید کم بخوام، باید خداشناس باشم. امروز متوجه شدم که جاه طلبی چقدر مکمل قناعته. و اونجا من حرفی که بهشون زدم جالب بود، دوست دارم اینجا به شما هم بگم و به پایان برسونیم. زبان قدرت این دنیا برای ما جوری ترجمه شده که در دست افراد خاص و محدودی باشه و یه عده آدم خاص بتونن ازش استفاده کنن و بهره ببرن. زمانی که ما به قدرت خودمون آگاه بشیم، ما هم توی این بازی وارد میشیم و متوجه میشیم که رشد، توانمندی، ثروت، قدرت خیلی ساده تر از این چیزی که همین الان بهش فکر میکنیم به دست میاد. خیلی ساده تر. فقط کافیه که به هر چیزی که بهمون دیکته شده عمل نکنیم و فرمول خاص خودمون رو پیدا کنیم. مرسی ازتون، 40 دقیقه همراه بودیم و حضورتون مثل همیشه برای من خیلی ارزشمنده و مفید بوده باشه. و اگر سوالی نیست به پایان برسونیم. من 2 دقیقه صبوری میکنم. سوالی نباشه خداحافظی پایانی. امیدوارم موضوع براتون جالب و جذاب بوده باشه. پس تمرین کنید دیگه. بعد از این لایو عزیز دلم، بعد از این لایو اولین حرفی که میخوام به یک شخص بزنم با فرمول نفع اون نه نفع خودم. اوکی، مرسی ازتون عزیز دلم. و ما هم خانواده کوچ سنتر دلمون خیلی برای خانواده ارمغان تنگ شده و هر سری که با کوچ گفتگو داریم اسم شما میاد و دنبال یه فرصتیم که ببینیمتون، کنارتون چای بخوریم و دوباره کنارتون چند دقیقه رو زندگی کنیم. زنده باشین. مرسی از شما عزیزم. آمیتیس عزیز خیلی خوش آمدید. دمتون گرم. شبتون بخیر و خدا نگهدار عزیزم.